سلام دوستان، امروز میخواهم درباره یکی از تاثیرگذارترین کتاب‌های جهان با شما صحبت کنم. انسان در جستجوی معنا، نوشته دکتر ویکتور فرانکل. این کتاب داستان واقعی نویسنده است. او سالها در اردوگاه‌های مرگ نازی‌ها زندانی بود. در سخت‌ترین شرایط، جایی که همه چیز از انسان گرفته می شود، فرانکل کشف کرد یک چیز همیشه در اختیار ماست: معنا دادن به رنج‌هایمان. پیام اصلی کتاب این است که حتی در بدترین شرایط هم میتوان دلیل زنده بودن را یافت. انسان زمان شکست میخورد که احساس کند زندگیش بی‌معناست. امید و هدف میتواند ما را از تاریکترین لحظه ها عبور دهد. پس اگر میخواهی زندگیت ارزشمند باشد، دنبال معنا باش، نه صرفاً خوشی های زودگذر. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال ما را لایک کنید، سابسکرایب کنید و شیر کنید.